یک بیانی خوب کرده. مالداری که سخی نباشد، مال یک چیزی بیهوده در دستی. الله هر کسی را که مال داد باید سخی باشد. و حضرت علی هم میگه که لا یزال دین و دنیا قائمین مادام اربعة اشیاء. دنیاتون و دینتون هیچ وقت سالم نمیمونه تا وقتی که 4 چیز جای خچه نگیره. یک تاش میگه مادام الاغنیا لا یبخلون بما خولو. مادامی که بایها در ثروت و مالهای داشتگیشون بخیل نباشن. یک سببی میگه دنیاتون آبادیش دینتون پیشرفتش همینه که بایها باید سخی باشن. بایها باید سخی باشن. احمد دانش در معیار و تدینش کتابش میگه که آدمی دوراندیش 5 چیز نگاه میکنه و بعد همون ملک برای زندگیش انتخاب میکنه. یک تاش میگه که نگاه میکنه که بایهاش سخی هست یا نه. اگر در همون ملکی که بایهاش سخی نباشه در اوج زندگی کردن خانه ساختن انتخاب نمیکنه. حضرت هم همین را بیان دارد که از 4 چیزی که بیهوده است یک چمیه مالی که یا مالداری که سخی نباشه. همون مال بیهوده ای. یعنی یگان نفع به همون مردکی که در دستش مال آمه رسیده هیچ نفعی نداره. هیچ نفعی نداره. حقیقتا برادرای عزیز در هر همین الله مهربان ببینیم که همین یک خانه در 10 کس اگر در همین جا اعضای یک عائله باشه ببینید که بینشون در 1 کس یا 2 کس امکانیت‌های میته که همین باقی را نگاه میکنن. 8 کسی دیگر را نگاه میکنن. این نظام الله مقصد ساخته. ولی یهودی امروز برآمدن و بعضی به سوادای ما و بعضی همین به عقیده های ما قبولشون کن میگه که ریسورس ها در دنیا بود چی هستن. این 9 میلیارد آدم در این ریسورس ها نمیرسن. اگر ما یا را 40-50% نکشیم ما مقصد تمام زندگی کنه نمیتونیم. این ابله ها نمیدانند که این ریسورس چند هزار سال شد به همه رسید. الله چند که آدم آفرید، چند کسا میکشه، چند کسا حیات میته، چند کسا مثال چی کار میکنه. این یک ما ببین اکم مخلوق 1 ساله 2 ساله را ترتیب میتیم، سال آینده را بودجه چه قانونش میکشیم، دیگرش همین خراجات ها 9 میلیون هم میفهمیم. این الله مهربان، این بودجتی الله مهربان، این بودجت الله معین کردگی. ببینیم یک قدرتش اکثر خاندان ها در 1 کس یا 2 کسه یا در 1 کسه قریب 10 ها زیاده از او را همه او را تامین میکنن نگاه میکنن. اگر ببینید که همین ترتیب اینم یک دام ده اگر 50 خانه باشه همینجا حتما 1 تا یا 2 تا یا 3 تاش باید میتونن که همین یک دام دویم تامین کنن. میتونن. خداوند همین جا به جا کردگیه. لیکن گفتی غرمی های ما که ما مرده ایم جورا. گفتی مردم کلا موسره نتری میگن موسره. او همین آدمی نمیدادگی و بخیل موسر میگن، ممسک بخیل میگن. انا همین کارها را که نمیکنیم برادرها، حتی همین زکات همون نمیتیم نمیکنیم، همین چیزا که نیست. ببینید که همین هم یک تاثیر داره. خدا رحمت کنه محمد صاحب ایرانی را میگه تنگ چشمان را به نعمت سیر کردن مشکل است. کسی حریص دنیا است این را به مال دنیا سیر کردن بسیار مشکل است. میگه تنگ چشمان را به نعمت سیر کردن مشکل است. مرد میدانم که مرغی را ضیافت میکند. اگر یه آدمی را بینم نمیه مرغ ضیافت میکنه هم را دانه میتونم هم را مردک میکنم. یکی تا جایی شدیم که حتی همون مرغ هم بیچاره را مقصد ایما و شما هیچی نمیوا بخوره.
همین برادرای عزیز و گرامی دکتر میگه که کسی مال دارد و سخی نیست همین مال بیهوده مال بیهوده میگه هیچ نفعش میگه مقصد هیچ فایدهش به صاحبش نمیرسه برادر عزیز و گرامی یک دویم چی میگه میگه عالمی که اگر در علم عمل نکنه علمش بیهوده یعنی عالمی که برادرای عزیز در علم عمل نکنه علمش بیهوده این الله مهربان قرآن میگه که الذین اوتوا العلم درجات ما عالم ها را درجه دادگیم منزلت دادگیم مرتبه دادگیم یکی عالم هایی را که در علمشون عمل کنه اگر برادرای عزیز همه عالم هم در علم عمل کند در دین هم بهبودی می شود در جامعه هم بهبودی می شود همون چهار چیزی که حضرت علی گفت که دنیاتون قطعی دینتون سلامت نمی ماند تا چهار چیز باقی نباشد یکش اگر بایی های باشن که سخی نباشن دویمشان عالم هایی هستن که در علم عمل نمیکنن یکی از سبب های میگه مشکل پیدا شدن در زندگی های هم دنیایی و هم در دینیتون همه که عالماتون به علم هاشون عمل ندارن همون علمی که در عالم هست و عملش نیست همون علم میگه بیهوده سیم برادر عزیز چی میگه دکتر میگه تقوایی که در ظاهرت باشه و در باطنت نیست در ظاهر همین آدم هم میبینی مقصد آراسته حقیقتا ظاهرش با دین یا با امام یا با پیشوای دین موافقه لیکن باطنش موافق نیست ظاهرش هست باطن ده نیست میگه همین تقوای بیهوده همون تقوایی که در ظاهر هست در باطن نیست همین تقوای بیهوده حضرت مولوی میگو دست در صبح زبان در یاد دل در انجام دنیوی فریاد دستکش تسبیح کشه سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما که ببینیم میگیم خوش به حالش مردک مثال بی ذکر نیست یکی میگه دل در انجام دنیوی فریاد ولی در اینجا هست یکی اینجا را ظاهر را بین دیگر چیزه باطن دیگر چیزه ظاهر را خود حرقه پوشی ها ظاهر شما بینی مقصد راحت میکنی همه موافق به سنت های ظاهر را خود حرقه پوشی ها باطن را خود مکر و فریبی ها یکی در دلون همه مکر و فریب های بعد میگه این چی طاعت چی بندگی باشد مردنت به که زندگی باشد به این احوال مقصد به این کار به این انتخابی تو کرده مردنت خیلی و خیلی خوبه بینین یعنی سیم برادر عزیز تقوایی که در ظاهر هست در باطن نیست همین چیزی که با ظاهر پرستی میگن چیزی همین ظاهر ده باشه و باطن ده نباشه یگان نفع یگان معنی نداره برادر عزیز چهارم چی میگن چهارم میگه امری که در او عبادت نباشه همین امرم امر بیهوده همین امرم برادر امر بیهوده چند ساله 50 ساله ولی هیچ از بندگی نداره چند ساله 60 ساله یکی باری هم پاش مسجد ندیده ببینید از عمر هست دارد لیکن از عبادت و بندگی هیچ نداره برای همین چهار چیزی که حضرت بیان میکنه چهارمش همین است که امری که در او عبادت نباشه این امر بیهوده برد حضرت ها میگفتن که امر آن که صرف گردد در حضور ذکر او امر همون امریه که با او رابطه امر آن که صرف گردد در حضور ذکر او
حیف عمری در پی این نفس کافر بگذرد. هزار حیف که مقصد عمر فقط در همین پایبند نفس چرانی میگذرد. هزار حیف میگن. همین برادرای عزیز و گرامی، اگر خدای مهربان رحمتش کنه، اگر ما از کدام نفر اینا باشیم، ما باید که خدامونه نکنیم کاری که بای باشیم، باید سخی باشیم، عالم باشیم، باید عمل کننده در علم باشیم. تقوامون اگر در ظاهرمون باشد، باید در باطنمون هم باشد. عمر اگر خداوند نصیب ما کرده است، حتما باید در درونش عبادت باشد، حتما باید آلوده بندگی باید باشد. اگر اینها موافق که نمی آمده است، بیهوده دهید. بیهوده کشید برادر عزیز، این یگان نفع برای ما و شما نداره. میگذره، امر رفتن میگیره و خدا پرده کنه، یک روزک دنیا را پدرود میگوید. همون جمع که رفتی دیگه با برای تو حسرت، با برای تو پشیمانی. حالوی مهربان توفیق بده برادر عزیز. خداوند همیشه که از زمره بندگانی بگردونه که همین روزها، همین روز که شود تا بیگره، هر یک وقتی عبادت که اومد به یاد ما بیا که باید این ساعت بندگی است. ساعت بندگی را باید انسان فراموش نکنه، زیرا این روزها دیده سیم که این مرگ هم همون شاعر عرب میگه الموت یأتی بختتن. مرگ ناگهان میاد، ناگهانه. بسیاری نفرهای بود ناگهانی، شاید شما هم بدونید، ما هم بدونید که ناگهانی میگذرند. وقتی که مرگ که ناگهانی که آمد، اگر چه نگویم دویم که برای ما و شما یک آمادگی باشد، یا تیاری که باشد، خدا خواهد هیچ مشکلاتی برای ما نمیشه. و حضرت موسی را خدا چی گفت؟ یا موسی الفقر من الحسنات هو الموت الاکبر. گفته موسی میدانی، گفت که این مرگی که تو مثال جان تمن میگیرم، این اون مرگ بزرگ و اون مرگ اساسی نیست. مرگ کلان، مرگ اساسی اون مرگ است که وقتی تو به خانه آخرت به توشه میایی، به آمادگی میایی، به تیاری میایی. گفت هو الموت الاکبر، انا این مرگ، انا این گفت اساس چیزی که